سلام صبح پنجشنبه دوستان بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه، اوضاع رو به راه و پر انرژی حاضر شده باشید برای شرکت در کلاس. سامان سلام. هم استاد خوبی؟ ممنون. خوبی؟ قربون تو. پریا سلام استاد، روزتون بخیر. سلام، روز تو هم بخیر. و امیر حسن سلام استاد. مخلصی. قربونت. جلسه گذشته من اومدم اول در مورد ویژگی حرف زدم. از بین ویژگی ها، اون ویژگی هایی که منشأش روی ژن‌های ماست و مربوط به ژن‌های ما هستن، اونا رو گفتیم صفات. بعد حواسمون باشه صفات قطعاً تحت تاثیر ژنن، اما صفات اغلبشون تحت تاثیر محیط هم هستن. صفات اغلبشون تحت تاثیر محیط هم هستن، یعنی محیط میتونه روی ژن‌های ما و به خصوص نحوه بیان شدن ژن‌های ما اثر داشته باشه. در واقع ما یه اینتراکشن یا برهم کنشی داریم بین ژن و محیط. پس این میشه اثراتی که محیط میذاره روی صفات، روی گروهی از صفات، بیشتر صفات. و بچه همین الان یه مثال هم بزنم، مثلا گروه خونی ABO یا RH تو بدن ما اصلا تحت تاثیر محیط نیست، اصلا تحت تاثیر محیط نمیتونه. یا لطفاً به من بگو که رابطه بین پی بزرگ و پی کوچیک اینجا چیه؟ استاد رابطه اینجا بارز و نهفته است. آی بزرگ و آی کوچیک هم بارز و نهفته است. بی بزرگ و بی کوچیک هم بارز و نهفته است. اچ بزرگ و اچ کوچیک هم بارز و نهفته است. دی بزرگ و دی کوچیک هم بارز و نهفته است. اینجا بریم سراغ آ به او که رابطه آ با او رابطه بارز و نهفتگیه. به خاطر اینکه آ به من آنزیمی میده که کار انجام میده، آنزیم من انجام کار داره، ولی او اساساً آنزیمی به من نمیده و کاری انجام نمیده. علل نهفته است دیگه. علل بی هم با او رابطه بارز و نهفتگی داره. ممنون میشم کامنت آخره این ورم بهم بدید. اما خود دوتا علل آ و بی چطور؟ فعلا نقدن از بنده قبول بکنید که رابطه بین آ و بی پریا از نوع رابطه همتوانی هست. رابطه همتوانیه که برگردیم اینجا سر یه جدولی. این جدول رو من رو اون تخته براتون نوشته بودم. یعنی چی؟ میخوام بگم موضوع تکراریه بچه ها، حرف جدیدی اینجا نیست. این جدول داره به ما نشون میده که رابطه بین عللات چطوره. ببینید ما کلاً 3 حالت بررسی کردیم، دو حالت بررسی کردیم. گفتیم یا یه علل نهفته کنار یه علل بارزه، یا هر دوتا علل بارزن که میشه یکی از 2 حالت بارزیت ناقص یا همتوانی. حالا آقا من نمیدونم که رابطه بین دوتا عللم از نوع رابطه بارزیت ناقصه یا همتوانیه. میگم دست نگه دار، برو تو اون جمعیت نگاه کن، برو فرد RW رو پیدا کن، ببین حالا ما میگیم این دوتا علل هر دو بارزن، اثری که گذاشتن چی داده، خروجیش چی بوده. من الان دارم چی میبینم؟ مثلا اگر که رنگ یه گلی سفیده، رنگ یه گلی قرمزه، بعد سفیده ژنوتیپش WW، قرمزه ژنوتیپش RR هست، من ببینم فرد RW چه رنگیه، فرد RW چه شکلی از صفت داره، فرد RW چه فنوتیپی داره. آها خیلی خوب. این از این رابطه اول از نوع بارز و نهفتگیه. یه آی بزرگ دارم، یه آی کوچیک دارم. یعنی پروتئین آی بزرگ ساخته نشه، رنگ سبز میشه. میدونید نمیگیم به خاطر آی کوچیک رنگ سبز شده ها، میگیم به خاطر نبودن آی بزرگ رنگ سبز شده. بچه ها باز تکرار میکنم چون من تستش رو اصلا خودم برای قلمچی با یه همچین ایده‌ای طرح کرده بودم. دوباره پارسال هم تستی با همین ایده مشابه تو قلمچی اومده بود از همکار دیگه ای. چی؟
ما تو افراد خالص دنبال رابطه بین علل ها نمیگردیم ها. ببینید اینو من دارم تاکید میکنم، رابطه بین دو علل زمانیه که دو تا علل باشه، نه اینکه یه علل دوبار تکرار شده باشه. دومی و سومی همین بحثن، یعنی بارزیت ناقص و همتوانی که گفته بودیم R و W رابطه بینشون بارزیت ناقصه، زیرا فرد ناخالص فنوتیپی داده که حد واسط فنوتیپ افراد خالصه. دیگه کسی اومد بالا اینو سوتی نده ها. وقتی بهت میگم ژنوتیپ چجوریاست، شما از یکی از دو کلمه خالص یا ناخالص استفاده کن. فنوتیپ که میشه اصلا خود صفت. آقا گروه خونی طرف مثبته، یعنی فنوتیپش مثبته. گروه خونی طرف منفیه، یعنی فنوتیپش منفیه. گروه خونی طرف آه، فنوتیپ آ، فنوتیپ بی، فنوتیپ او، فنوتیپ آ ب، فنوتیپ رنگ صورتی، فنوتیپ رنگ قرمز. تو همتوانی فرقش با بارزیت ناقص این بود، تو بارزیت ناقص فنوتیپ فرد ناخالص حد واسط دو نفر خالص بود. توی رابطه همتوانی فنوتیپ فرد ناخالص هم داره تو بخش‌هایش فنوتیپ فرد خالص اول رو نشون میده، دی بزرگ و تو بخش‌های دیگه‌ای فنوتیپ فرد خالص ال رو نشون میده. یعنی فرد ناخالص اینجا فنوتیپش داره بروز مجزای اثر دو علل رو نشون میده. اجازه بدید این ابرا رو هم کامل بکنم، بعد بریم سراغ داستان‌های دیگه. رفقا لطف فرمایید توی این ابر چند تا مثال بنویسید از رابطه‌های بارز نهفتگی. دی بزرگ و دی کوچیک در صفت RH. دی بزرگ و دی کوچیک در صفت RH. آ و او خط فاصله، B و O در گروه خونی آب او، پی بزرگ و پی کوچیک در بیماری فنیل کتونوری. بچه اگه نمیدونید چطوری بنویسید اهمیتی نداره، فعلا یه چیزی بنویسید فنیل، بعدش بنویسید کتونوری، آخریش لطف فرمایید بنویسید X به توان H بزرگ و X به توان H کوچیک تاها در هموفیلی استاد، بیماری هموفیلی. گروه بعدی بنویسید R و W در صفت رنگ گل میمونی، در صفت رنگ گل میمونی. سی بزرگ و اس بزرگ در صفت حالت مو. سی برای کرویه و اس هم برای سافت، یعنی موهای صاف و فر. حالا به من بگید ببینم اگر یک فردی سی اس باشه ژنوتیپش سامان موهاش فره یا صافه؟ سی اس حالتیه مثلا، موجداره. بله. موجداره بچه ها، درست. بریم برای همتوانی هم فقط علل‌های آبی گروه خونی رو ما میخونیم. علل‌های آب و ب در گروه خونی آب او. اون روزی که من داشتم اینو مینوشتم همین تیکه رو خواهر زدم پیشم بود. حالا اون موقع که داشتم اینو مینوشتم خب تقریبا 1.5 سال پیشه، خواهرزاده ما مثلا 10 سالش بود. اصلا گروه خونی بلد نیستا، از بالا و پایین نگاه کرد برای اینا گروه خونی نوشت. چرا؟ چون اصلا قبل از اینکه زیست شناسی باشه یه جور پازل خیلی ساده است، یه پازل بسیار ساده است. من یه توضیحی هم میدم که دیگه از دست شما هرس نخورم در ادامه. یعنی من بالای این 5 تا گویچه قرمز انتظار دارم شما فنوتیپای این گروه های خونی رو بنویسید. اینی که گویچه قرمزش این شکلیه گروه خونیش چیه؟ خب زیرش ژنوتیپای این گویچه های قرمز رو بنویسید. ژنوتیپای این گویچه های قرمز رو بنویسید.
اوکی. حالا الان که نه، صبر کن میگیم. ببینید دوستان، ما گویچه های قرمزمون رو با 2 تا صفت بسیار مهم توصیف میکنیم. همین 2 تا. یعنی ببینید ما همیشه که نمیخوایم رنگ گل توصیف بکنیم، چه میدونم رنگ پوست، رنگ مو، طول قد، رنگ چشم. اینا صفتاییه که ما میبینیم، ماکروسکوپیه. یه سری صفت‌ها اصلا اون زیرمیران، اون لابولوان ما نمیبینیمش، از جمله گروه خونی. گروه خونی باید گویچه قرمز تو در بیاری از تو بدن، ببری در شرایط آزمایشگاهی به کمک میکروسکوپ‌های خفن، به کمک روش‌های شیمیایی بفهمی این صفت‌ها رو داره یا نه. این 2 تا صفت چیه؟ 1 وجود یا نبود 2 تا کربوهیدرات. 2 تا کربوهیدرات هن که دانشمندا اسم این کربوهیدرات ها رو گذاشتن کربوهیدرات های A و B. بالانسه. گویچه قرمز ما یا هیچ کدوم این 2 تا رو نداره، یا جفت این 2 تا رو داره، یا فقط یکی از این 2 تا رو داره. من زیر این گویچه های قرمز ژنوتیپ هایی رو گفتم که منجر به این گروه های خونی میشن. مثلا طرف AA باشه گروه خونیش میشه A، AO هم باشه گروه خونیش میشه A. بیام پایین. RH چیه؟ صفت RH اصلا بررسی کربوهیدرات رو غشای گویچه قرمز نیست. بررسی وجود یک پروتئین به نام پروتئین D در غشای گویچه قرمزه. به هر حال ببین من میگم گویچه قرمز هم این کربوهیدرات ها رو داره، راستی این پروتئین هم داره، ولی اینا به هیچ عنوان به هم ربط ندارن. یعنی اینکه گروه خونی طرف میشه O ربطی به اینکه گروه خونی طرف میشه مثبت نداره. این ماجرایی که دارم میگم بین RH و A به O هم برقراره. RH چیه؟ ما رو کروموزوم شماره 1 مون یه جایگاه ژنی داریم که اگر اون جایگاه ژنی الل دی بزرگ توش باشه یه پروتئینی میسازه به نام پروتئین دی. پروتئین دی رو میذاره تو قشای گویچه قرمز. اگرم الل دی کوچیک اونجا باشه، یعنی الل نهفته، اللی که منجر به ساخت پروتئین دی نمیشه، خب پروتئین دی هم تو قشای گویچه قرمز نمیره. فرد دی کوچیک که خب قاعدتا پروتئین دی نمیسازه. فرد دی بزرگ پروتئین دی میسازه. یادمون نره فرد دی بزرگ دی کوچیک چون یه دونه الل بارز داره، اثر الل نهفته اصلا دیده نمیشه. الل بارز پروتئین از روش ساخته میشه، میره تو غشای گویچه قرمز. درسته؟ الهه سادات میگه میتونیم بگیم ژن هاشون روی کروموزوم های متفاوتن. الهه سادات میتونی، مجبوری، باید بگی اینا رو کروموزوم های شماره 9 هن. من زیرش نوشتم اینا رو کروموزوم های شماره 1 هن، پس وراثتشون مستقل از همه. دوستان به اندازه خوردن یه نصف لیوان داغ چایی شما رو با این 5 تا گویچه قرمز تنها میذارم. بالاش فنوتیپ بنویسید، پایینش ژنوتیپ های احتمالی بنویسید. برو بریم. تاها دوتای اول رو به هم بگو. اولی فنوتیپشو فقط میخوام. استاد او مثبت میشه. کاملا درسته. چون چی رو غشایش میبینم؟ چون پروتئین دی رو استاد روی غشاش میبینیم. تاها چی رو غشایش نمیبینم؟ کربوهیدرات های مربوط به گروه خونی آبی او رو. آفرین، قشنگ گفت. کربوهیدرات های گروه خونی آبی او. کربوهیدرات دیگه تو غشایش میبینم. دومی چیه؟ استاد دومیش آ مثبته. باریکلا. چی تو غشایش نمیبینم؟ استاد کربوهیدرات بی و او رو نمیبینیم استاد، ولی پروتئین دی رو میبینیم روش. یه دونه اشتباه گفتی. آره استاد میدونم کربوهیدرات های او رو نداریم. کربوهیدرات اوی وجود نداره. ما یا آ داریم یا ب داریم. ما کربوهیدرات ب تو غشای این نمیبینیم. نداره. خب سامان سومیه رو بگو. چون توی نه کربوهیدرات آ به او داریم و نه پروتئین دی توی گشاش، پس این گروه اوی منفی. حاجی من اینجا ازت یه سوال از سهم پریا بپرسم. ژنوتیپ این گویچه قرمز چیه؟
چون نه هیچ کربوهیدراتی میسازه و نه هیچ پروتئینی قطعا او و دی کوچیک باری کلا او. بچه ها ببینید بالاش نوشتید او منفی دیگه، زیرش بنویسید او دی کوچیک. سامان برو. بله، تو این یکی میتونیم هم کربوهیدرات A و هم کربوهیدرات B ببینیم. پس گروه خونیش AB و چون پروتئین D توی گشاش نمیبینیم پس منفیه، AB منفی باری میشه. کلا خوب گفتی. برو سامان آخریه رو بگو. بله، تو آخری هم میتونیم کربوهیدرات A و هم کربوهیدرات B و هم پروتئین D ببینیم. پس این گروه خونی AB مثبته. AB مثبت. درست. بریم ژنوتیپ. یه نفر گروه خونیش او مثبته، ژنوتیپش برای هر دو صفت چجوریه؟ یه خط اینجوری بکشیم، سمت چپش ژنوتیپ یا ژنوتیپ های احتمالی برای گروه خونی AB او رو بنویسیم، سمت راستش ژنوتیپ یا ژنوتیپ های محتمل برای گروه خونی RH رو بنویسیم. برو ببینیم چیکار میکنی پریا. چون گفتیم که نه آ داره نه ب داره و او اینجا انگار بروز کرده، پس میشه او برای آبی او. صبر کن. او ژنوتیپ حق نداری تک حرفی بگی. بچه ها سمت چپ خط بنویسید او. و برای RHش چون در اینجاها ما دی رو داریم، یا دوتا دی بزرگه یا دی بزرگ و دی کوچیکه. خیلی خوب، بیایم این طرف. پریا یه ذره سرعت رو میبریم بالا. سمت چپ چی بنویسیم؟ استاد آ او. خوبه. سمت راستش چی بنویسیم؟ دی بزرگ و دی کوچیک. یعنی اون دوتا دی بالای بزرگ، دی بزرگ و دی کوچیک. سمت راستیش عین قبلی میشه. بعدی رو سامان گفت، من تکرار میکنم. گویچه قرمز وسطی سمت چپ خط قرمز او. سمت راست خط قرمز هیچی، دی کوچیک. بگو. آب و دوتا دی کوچیک. بعد ببینید ما آب رو دیگه دو حالت نداریم که، یه آ داره یه دونه ب داره، درسته؟ اون ور خط قرمزم چون پروتئین دی نداره دی کوچیکه. اوکی؟ اگر همه اوکی میدید که من برم اون سمت استدیو. خب دوستان یک بحثی هست، میتوز و میوز. این میتوز و میوز مثل روز برای شما روشنه که چه تفاوت‌های کلی با هم داشتن. این یک کروموزوم ایکسه، اینم یک کروموزوم ایکس دیگه است. خیلی خوب. چقدر من ژنتیک درس دادم دوست دارم، یعنی باورتون نمیشه ها. 2 12 و 3 12 و دیگه علل خصوص 4 12 درس میدم. بهترین روزای سال تحصیلی برای منه، در کنار 1 2 3 4 12 1 2 3 4 11 و گیاهی رو هم دوست دارم درس میدم. حالا بگذاریم این سلول میخواد طی فرایند همانندسازی کروموزوماشو مضاعف کنه. خب حالا اینجا این سلول بعد از فرایند همانندسازی که البته میدونید کی اتفاق میفته دیگه، اس اینترفاز، میخواد وارد تقسیم بشه. من اینجا باید 2 مرحله رو معرفی کنم. یک مرحله متافاز که تو میوز، البته متافاز 1 منظورمه، نه متافاز میوز 2، متافاز 1. اینجا چی؟ آنافاز یا آنافاز 1.
سرتون رو زیاد درد نیارم، تون برم بکشم. من اگر که قصدم در این سلول انجام تقسیم میتوز باشه، به خوبی موفق میشم. یعنی ببینید ته ماجرا سلولایی که بعد از این متافاز آنافاز میگیرم، سلولایی هستند که یه دونه آبی پررنگ دارن، یه دونه بنفش. یعنی یه کروموزوم ایکس مادری دارن، یه کروموزوم ایکس پدری، مثل ته میتوز. اون دوتا کروموزوم میرن این ور، دوتا نسخه های کپی شده ی ایکس، دوتا نسخه های اصلی ایکس هم میان این طرف، اینا از هم جدا میشن، دوتا سلول ایجاد میشه عین سلول مادر. حالا این طرف چی؟ این طرف هم فرق اساسی داره. فرق اساسی که داره اینه که من تو آنافاز میوز 1 دیگه در حال جدا کردن کروماتیدهای خواهری نیستم، دارم کروموزومای همتا رو از هم جدا میکنم. همتا چیه؟ مگه نگفتیم یه دونه ایکسمون و یه کروموزوم ایکسمون رو از پدر گرفتیم، یه کروموزوم ایکسمون رو از مادر؟ البته منظورم خانوم هاست، ما که از پدر ایگرگ گرفتیم. خب حالا خانوم ها تو متافاز 1 کروموزوماشون رو میارن تو استوا و یک کمربند دولایه تشکیل میدن. تو آنافاز کروموزومای همتا رو از هم جدا میکنن. آخرین چیزی که این تیکه میگم و بحث رو به پایان میرسونم اینجا اینه: جدا شدن کروماتیدهای خواهری. اینجا چی؟ اینجا چی؟ تاها جدا شدن کروماتیدهای خواهری دیگه. نه دیگه، ببخش همتا. کروموزوم‌های همتا. حالا ماجرا چیه؟ فرض بکنید روی این کروموزوم X ما یه اللی داریم، یه الل خاصی داریم روی این کروموزوم به نام H بزرگ. رو این یکی الل چی؟ رو این یکی کروموزومی که از اون یکی والد مادری گرفته چی؟ H کوچیک داریم. آقا اینا چه اللایی هست؟ ولش کن، برای هموفیلی هن، الان بحثش نمیدیم. خب نتیجهش اینه که تو میوز ما الل ها رو از هم جدا میکنیم. یعنی ببینید اینجا XH بزرگ میره این طرف، XH کوچیک میاد این طرف. خب چی؟ اینجا معلوم میشه تو میخوای دوتا گامت تولید کنی. حالا یا بچت خوششانسه XH بزرگ، یعنی با شرکت کردن گامتی به وجود میاد که XH بزرگ داره، یا بچت بدشانس تو بهش XH کوچیک میدی. حالا اینو اینجا داری. همین قضیه رو که من در مورد الل ها گفتم و در مورد کروموزوم های جنسی گفتم، الان میخوام برم روی کروموزوم های معمولی بگم، دقیقاً برای صفت گروه خونی. دوستان حله؟ برم رفتم. ببینید من میخوام از یه آقا یا خانومی که گروه خونیش AB مثبته و اطلاعات بیشتری بهتون بدیم، گروه خونیش ABه از نظر AB اون، از نظر RH دی بزرگ دی کوچیکه. آقا از کجا فهمیدی؟ نگاه کن دیگه، نگاه کن. دوتا آبیا زوج کروموزوم های شماره 1 دوتا قرمزا زوج کروموزوم های شماره 9. حالا میخواییم ببینیم که این فرد بخواد کروموزوماشو به نسل بعد بده چیکار میکنه. میگم که فرض بکنید حالا این هر آدمی که هست تو متافاز میوز 1 کمربند دولایه متافاز میوز 1ش ببینید کدوم یکیه. ممکنه تو متافاز میوز 1ش پدریا، یعنی کروموزوم شماره 1 پدری و کروموزوم شماره 9 پدری با هم بره یه سمت، یا ممکنه کروموزوم شماره 1 پدری رو اتفاقا با کروموزوم 9 مادری ببره یه طرف، بذاره توی گامت. بچه‌ها این خانوم یا این آقا میتونه برای مجموع دو صفتش
مجموع دو صفتش 4 نوع گامت تولید بکنه. یا گامتاش آ دی کوچیکه، آ دی کوچیکه و اگه خب دوتا گامتش آ دی کوچیک باشه قطعا اینور بی دی بزرگ قرار میگیره دیگه. ممکنه با همین جابجایی که بهتون گفتم آ رو با دی بزرگ بذاره و بیو با دی کوچیک، بی با دی کوچیک. بچه ها 1 نوع، 2 نوع، 3 نوع، 4 نوع گامت به طور کلی میتونه تولید کنه. آقا یعنی کلا ایشون 4 نوع گامت میتونه تولید کنه؟ نه دیگه، نبند بحثو. 4 نوع گامت برای دو صفت گروه خونی. از نظر گروه های خونی این آدم کلا 4 نوع گامت تولید میکنه. هر گامتی تولید بکنه یکی از این 4 تاست. از نظر صفت گروه خونی. 2 تا صفت، 2 تا گروه خونی، 2 تا گروه خونی. ببینید که من میتونستم یه دقیقه ایشم بگم ولی اون موقع اینا رو نمیفهمیدی. متافاز آنافاز برات مرور نمیشد. من تو 4-12 متافاز میوز 1 برام موضوع مهمیه. درسته. در طول زندگی قادر به تولید چند نوع گامت هست؟ این سوال یک سوال ریاضی دشواره که من تا حالا درباره‌اش حرف نزدم. الان میخوام بگم اگه کسی از کتاب کمک درسیش چیزی خونده الان میتونه رو کنه، ما کیف کنیم. 2 برای دو صفت گروه های خونی ABO و RH چند نوع گامت میتواند تولید کند؟ 3 در هر بار میوز چند نوع گامت ایجاد می کند؟ 4 اگر این شخص زن بود جواب سوال 3 متفاوت بود. دوستان سوال اول اصلا خیلی کنکوری نیست، خیلی کنکوری نیست، نبایدم بحث بشه. اما یه فرمولی داره 2 به توان n و n چیه؟ تعداد زوج کروموزوم ها. از این در برم بچه ها ما چند تا زوج کروموزوم داریم؟ میشه 2 به توان 23. یکی از بچه ها میگه من این تست رو تو نشر الگو دیدم. خب آقا برای دو صفت گروه های خونی ABO الان من رسیدم به اون درس 1 دقیقه ایم. یه درس 1 دقیقه ای داشتم، یعنی کلی وقت گذاشتیم سرش. دوستان ببینید فرد آبیه، دی بزرگ دی کوچیکه. برای صفت اول کلا 2 نوع گامت تولید میکنه، آ یا بی تولید میکنه. یعنی تو گامتش یا آ میذاره یا بی، بیشتر که نمیتونه بذاره. و دی بزرگ یا دی کوچیک به همین راحتی. اولی چند حالت داره؟ 2 حالت. دومی چند حالت داره؟ 2 حالت. 2 ضرب در 2 مجموعاً چند نوع گامت تولید میکنه؟ 4 حالت. خیلی راحته، خیلی راحته. یکی از بچه‌ها پرسیده که آقا مگه نگفتن سوالات عددی ممنوعه؟ بله. پس آقا بیکاری وقت ما رو داری میگیری؟ نه دیگه. مثلا میگه با این حال سوال میدن اینا رو، ممکنه بدن ولی شما نوع نگاه میخوای. ببین این 2 ضرب در 2 مساوی با 4 بود، اینجوری که بهت سوال نمیدن. ولی گامتگیری رو تو با من یاد گرفتی با این یا نه؟ با این تیکه نه ها، با این توضیحات صفحه قبل گامتگیری یاد گرفتی. من الان از این آقا با 4 تا گامت گرفتم. گامتگیری رو بلد شدی، پس شما نگران هیچ چی نباش. من فقط گامتگیری میخوام اینجا ازت. تمام. در هر بار میاد چند نوع گامت ایجاد میکنم. ببین این محاسباتی نیست.
اینو قطعا تستش رو میبینی، هم 2 رو تستش رو میبینی، هم 3 رو میبینی، هم 4 رو. یقین مثلا دیدم که آوردم اینجا مطرح کردم. 3 چیه؟ در هر بار میوز. ببینید نکته مهم در سوال در هر بار میوزه. تو یه بار میوزش که نمیتونه 4 نو گامت بده، چون ما میدونیم که میوز 2 تکرار نتیجه میوز 1. میوز 2 گامت جدید ایجاد نمیکنه. جواب سوال اینه در هر بار میوز 4 عدد اسپرم در 2 نوع. خب بریم آخریش. اگر این شخص زن بود چی؟ اگه یادتون باشه تو خانوم ها یه دونه گامت تولید میشد با 3 تا گویچه قطبی. با آقایون فرق داشت. درسته؟ برای همین الان اینجا اینی که میگم رو مینویسید. بله 1 عدد تخمک قاعدتاً 1 نوع. یه دونه بیشتر نیست که. استاد از سوال یکی توی بحث کراسینگ اوور هم هست. بچه‌ها بیایید برگردیم اینجا. نمیخواستم بگم، حالا که رفیقمون گفت بذارید بگم، حالا که پرسیده بذارید بگم. اجازه بدید اون اسکرین شاتی که گرفتید رو بذارید کنار. تو سوال 3 بگه بدون در نظر گرفتن کراسینگ اوور. باز جواب همونه ها. جواب که همونه. خب دوستان این بحث کراسینگ اوور چیه؟ نگم. فقط یادتون باشه این جوابا زمانی درسته که کراسینگ اووری در کار نباشه. کراسینگ اوور یه فنی میزنه که 4 تا اسپرمی که تو میوز تولید شدن دیگه 2 تا شبیه هم نیستن. هر 4 تا اسپرم با هم فرق دارن. ولی فعلا نمیخوایم اون فن رو بخونیم. فعلا همون روتینی که یاد گرفتیم. آمیزش چجوریه؟ طبیعتاً در نتیجه گامتگیریه. اگر صفت چند جایگاهی بود، اینا رو تو صفحه سفید روبروش بنویسید. مثلا چی؟ رنگ ذرت که هنوز بهش نرسیدیم که، پس فعلا ذهنتون رو مشغولش نکنید. چجوری؟ مثلا نگاه کن، مرد گروه خونیش آبی هست، زن گروه خونیش اوه، که اگه اجازه بدید دیگه من ژنوتیپ می‌نویسم او. حالا می‌خوایم ببینیم اینا رو چجوری با هم آمیزش بدیم. پدر قرار گامتاش بالای جدول بره، مادر سمت چپ. پدر گامتش یا علل آ رو داره یا گامتش بهش علل بی وارد میشه، در حالی که مادر فقط علل او میده. سامان من میتونم بنویسم او، درسته؟ بله. قبول داری که مادر عللاش تکراریه؟ بله. یعنی به همه فرزنداش فقط او میده دیگه، درسته؟ بله. خب من اینجا دیگه اینو تکرار نمی کنم. خیلی خوب، حالا آمیزش بدیم. اگه پدر گامت آ بذاره، مادر گامت او بذاره، فرزند میشه آ او. ولی اگر پدر گامت بی بذاره و مادر گامت او بذاره، فرزند میشه بی او. باید بگیم گروه خونی فرزند در هر بار زایش یا میشه آ یا میشه ب. ژنوتیپش یا میشه آ او یا میشه ب او. دوستان ما برای کشیدن جدول پانت به داشتن ژنوتیپ والدین احتیاج داریم.
ما ژنوتیپ والدین رو حتما برای کارمون احتیاج داریم. بیام این طرف. گروه خونی RH. پدر یا گامت دی بزرگ میده یا گامت دی کوچیک. مادر چطور؟ مادر فقط گامت دی کوچیک. چیکار کنیم؟ پایینش تکراری گامت میده دیگه. ببندیم. خونه پایینی چی؟ هیچی دیگه، خالی میمونه. اصلا میتونی نکشیش. اصلا میتونی جدولتو دو خونه بکشی، اون پایینی ها رو نکشی. جدول پانت الان بریم چند تا تمرین ساده انجام بدیم. نگاه کنیم. اینها. این دو ردیف جدول. آقا مثلا بچه‌ها ببینید میگه که اولی همیشه پدره. نه، ما توافق کردیم. صورت سوال به وضوح به شما خواهد گفت کدوم پدره. اوکی؟ پدر فقط گامت دی بزرگ میتونه تولید کنه، مادر فقط دی کوچیک. بفرمایید. همه فرزندان فقط همین ژنوتیپو خواهند داشت. پدر بالاست دیگه، دی بزرگ، دی کوچیک. مادر فقط دی کوچیک. ما اینو سر کلاس همین چند لحظه پیش نوشتیم دوستان. بفرمایید. بعدی صرفا خواستم حواستون باشه که پدر و مادر جاشون رو درست بنویسید. اینجا پدر نهفته است، مادر دی بزرگ دی کوچیک یا ناخالصه. بچه‌ها به نظر من مهمترین پانت شما اینه و انقدر مهمه که به خاطر بسپارید. کدوم؟ این جدول آخرو. جدول آخرو میگه که دی بزرگ دی کوچیک برای پدر، دی بزرگ دی کوچیک برای مادر. خب فرزندان یا دی بزرگ میشن یا دی بزرگ دی کوچیک میشن. پریا اینجا رو میگی مثلا دی کوچیک دی بزرگ. خب فرقش با این خونه چیه؟ فرقش اینه که تو بالایی علل بارز رو از مادر گرفته، تو خونه سومش علل بارز رو از پدر گرفته که من بازم می نویسم دی بزرگ دی کوچیکا و دی کوچیک دی کوچیک. همین فکر کنم سوالش همینطوری بود. میگفت اگه این اولی و سومی مثل هم باشن یعنی قطعا پدر و مادر ژنوتیپشون مثل هم. اولی و سومی یا دومی و سومی؟ همین دوتایی که الان کشیدین. دومی و سومی. آره مثلا این یه نتیجهشه. این یه نتیجهشه. یواش یواش الان تستاشو یاد میگیرید دوستان. من اینجوری دیگه الان 3-4 سال ژنتیک و 2 ساله که دارم اینجوری درس میدم، 3-4 ساله که ژنتیک نظام جدید رو داریم کار میکنیم دیگه. جواب میدی. ببینید فصل زیادی نیست که من باید تو همین یه تیکه عمقو زیاد کنم بعد بریم سراغ تست. اون روزی که من نمونه سوال برای شما میارم ببینید چه جوری جواب میدید بهش. خب پدر اصلا رفتیم تو گروه خونی آ به او. او بی او تموم شد. پدر فقط گامت آ میده، مادر گامت هاش یا او یا علل آ داره یا علل او داره. پدر یا گامت او یا گامت بی تولید میکنه، مادر یا آ یا علل بی میذاره تو گامت. ممکنه فرزند گروه خونیش بی بشه با ژنوتیپ بی بی. ممکنه فرزند بازم گروه خونیش بی بشه اما با ژنوتیپ بی او. او گامت هاییه که پدر میتونه بده. بی او گامت هاییه که مادر میتونه بده. بی ممکنه فرزندمون آبی بشه، ممکنه فرزندمون بی او بشه، ممکنه فرزندمون او بشه، ممکنه فرزندمون او و به همون معنا دارای گروه خونی او بشه. برای این 4 تا جدول آ به او 6-7 تا نکته است. جدول 1 2 تا نکته، جدول 2 2 تا نکته، جدول 3 2 تا نکته، جدول 4 2 تا نکته. میخوایم این جدول‌ها رو یه ذره توصیف کنیم. جدول 1 گروه خونی هیچ یک از فرزندان احتمالی مشابه والدین نخواهد بود. در میان مجموع فرزندان و والدین همه انواع گروه‌های خونی ممکن است. همین دوتا دیگه.
بریم جدول شماره 2. جدول شماره 2 گروه خونی همه افراد خانواده مشابه یکدیگر خواهد بود. نکته بعدی، دو ژنوتیپ متفاوت از فرزندان یک فنوتیپ مشترک ایجاد میکنن. واضح هم هست دیگه. جدول سوم اینه. نکته اولش، گروهی از فرزندان خانواده ممکن است ژنوتیپی مشابه یکی از والدین داشته باشن. ژنوتیپی مشابه والدین، حالا یکی از ممکنه شما رو به اشتباه بندازه، ژنوتیپی مشابه والدین داشته باشن. نکته دوم جدول 3، همه والدین و فرزندان احتمالی حداقل یک کربوهیدرات گروه خونی را دارند، AO BO. نکته اول بسیار مهم، در این خانواده تولد فرزندانی با همه انواع گروه‌های خونی ممکن است. به به، صدای پرنده کیه؟ تاها؟ من صدا کیف می‌کنم. ببخشید. نه خوبه، خیلی خوبه. نکته دوم از این، مثل جدول شماره 3 گروهی از فرزندان ژنوتیپ مشابه والدین دارن. این که تو آمیزشی که دادی همه فرزندان مشابه والدین میشه ژنوتیپ یا فنوتیپشون، حالا ژنوتیپشون یا فنوتیپ کدوم باید دقت کنید. خیلی خوب دوستان، اگر که نکات رو نوشتید برید بیاید بریم سراغ میکس دو صفت ABO و RH و بعد بریم سراغ هموفیلی. خیلی مخلصیم، وقت شما بخیر. 15 دقیقه دیگه میبینمتون. فعلا خداحافظ.